دوستان خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. من امجا هستم دادم با یه نوید دیگه شما دوستان عزیز. رفقا یه دونه مود تفنگ پیدا کردم که جدیدم بچه ها اومده توی حالا مودای ماینکرافت و یه جورای مود خیلی خفنی هم هست و پرگرافیکه. امروز اومدیم تستش کنیم بچه ها. این مود حتما بچه ها روی گوشی‌های ضعیف هم پیشنهاد میشه، چون یه جورای سبکه بچه ها مودش و دیگه اونقدی مثلا سنگینی نداره. خلاصه که آقا بریم سراغ مود. لایک و کامنت دنبال این چیزا فراموش نشه. بریم سراغ این مود خیلی خیلی جذاب. خب رفقا من یه دونه اینجا محوطه درست کردم حالا برای تست این تفنگا که اینا رو بچه داره. حالا دونه دونه میاریمشون بیرون تستشون میکنیم که اینا هستن بچه. اینا رو حالا دوره بعدی چک میکنیم دیگه. این خشابا رو بچه من بیارم، همه این خشابا. اوکی، خلاصه که مود بچه ها خفنی هست، حتما تستش کنید بچه ها، ارزشش رو داره واقعا. که اینا رو میاریم. خب اینم از این. بریم بچه ها اول اینا رو تستشون کنیم. قبلش بچه ها من یه آرمور بپوشم، چون قرار سروایو بازی کنیم نیازه. یه آرمور چند تا هم حالا گلدن اپل دیگه برمیداریم که محض احتیاط بچه. خب بچه اول با گرافیکش شروع میکنیم. گرافیک خیلی خیلی خفنی داره همونطور که میبینید و مثل مودای تفنگ دیگه خیلی خفنه. این از AKش M4 بچه ها داره، شاتگان داره. شاتگانش بچه ها خیلی خفن، نگاه کنید اینجوری ایم میگیره و شلیک میکنه. اینم خیلی خفن بود. فقط بچه من یه کاری بکنم راحت تر بشه دیگه. حالا کار کرد با این موده. شما حتما این تنظیمات رو بزنید که حالا راحت تر بشه تیر اندازی کرد توی بازی. بیاید توی قسمت تاچ چنج کنترل مود رو بزنید و اینو بذارید جویستیک ایم کورشه یا همچین چیزی. اینجوری دیگه بچه شما میتونید پشت سر هم اینجوری شلیک کنید. این حالا چجوری ریلود میشه رو خدا میدونه. چرا ریلود نمیشه؟ یه لحظه بچه ببینم این ریلود میشه. چرا نیچونشون ریلود نمیشن؟ من که همه قشاوا رو دارم. یه لحظه بچه ما اینو اوکیش میکنم الان. رفقا من اینو اوکیش کنم دوباره میام به ادامه ویدیو. خب رفقای گل، من این مشکلش رو حل کردم. برو بریم برای ادامه تست مود بچه ها. خود مود بچه یه سری انمی های جدید اضافه کرده که الان در ادامه تستشون میکنم. فقط من صدای گوشی بچه اوکی کنم. اوکی. یه سری بچه ها انمی اضافه کرده خود مود که اولی با اینه که این بچه ها دیوتی اسمش و خودش تیراندازی میکنه و اینجوری بچه ها زد ترکوند منا که حالا خیلی بچه ها حالا هوش مصنوعیشون قویه. همونطور میبینید یارو منو با چند تا ضربه تموم کرد. بله اوکی بچه ها اینو نمیشه اینجوری که یا تک تیر میزنه منو لامصب. اوکی بچه ها فایده نداره، سروایول نمیشه با این در افتاد. میریم اینا رو برمیداریم دوباره. اوکی همه این خشابا. اوکی یه سری اصلا هم بر افتاده. خب آقا این هوش مصنوعیش خیلی قویه، نمیشن باش در افتاد دیگه، خودتون دیدید. برای همین ما فعلا فقط گانهاشو تست میکنیم که خیلی خفن هم هستن. اوکی میریم با مود گان اولی. این 919 کی حالا نمیدونم چیه، حالا تستش میکنم که رگباری هم میزنه و جزو تفنگای سبک حساب میشه. مود بعدی بچه ها BM16 که یه نوع شاتگان حساب میشه و خیلی هم خفنه همونطور میبینید. حالا من بچه ها یه انمی دیگه هم بچه ها داره، روی اینا تستشون میکنم. یا اول پس فکر کنم خفن ترینشون همونطور که میبینید و با یه شات مرد. میریم برای بعدی گلاک. حالا اونقدر قوی نیست. او هدشات بچه ها بزنید تکتیر میمیرن. خب بابا این بچه ها ایکیش بود که ایکیش هم خیلی خفنه. حالا یه جوری مثلا روی افکت های تیراندازی اصلا تمرین نکردن که حالا میتونست بهترم باشه، ولی بازم حالا اوکیه، چیز خفنیه. میریم بچه با مود تفنگ بعدی که یا چه زار این شدم من.
آها این چیزه، این قایق که نمیشه بهش گفت. حالا هرچی، این بچه یه دونه حالا پیستول دوره جنگ جهانی حساب میشه و جزء گلاکا حساب میشه. اینم بچه خیلی خفنه. حالا ریلودش هم میخوام تست کنم که ریلودش هم خفن بود. میریم سراغ AK-74. اینه دیگه، فکر کنم خودتون بشناسید AK-74 رو، که روی این داداشمون تستش بکنیم و تکتیر مرد. چرا اینو میمیرن زود. اوکی، میریم سراغ اسلحه بعدی که ریلودش میکنیم و روی این داداشمون میزنیم. چه نمیمیره مرد. میریم سراغ تفنگ بعدی بچه‌ها، M16 دیگه خودتون میشناسیدش، خیلی تفنگ خفنی هم هست. و بله اینم از ریلودش. ریلود خیلی بچه خفن کار شده توی مود، گرافیک خیلی خفنی هم داره. حالا اینم ریلودش خفنه، ایم خیلی خفنی هم داره. تنها مشکلی که این مود داره اینه که بچه مثلا ایم نمیتونید روش بذارید و اتچمنت همون بچه خشاب اضافه و ایمای خفن‌تر که نداره متاسفانه این مود. و این هم اسلحه آخری که تستش کردیم و بریم حالا سراغ چیزای دیگه. بریم اون طرف بچه‌ها، این طرف هنوز یه سری اسلحه ها مونده. این هاشش. میریم سراغ این اسلحه ها. یه جورای خفن ترین اسلحه ها رو گذاشتم برای آخر ویدیو. میریم روی این زامبیه تست کنیم. اولی با RPG. میدونم خیلی غیر منطقیه ولی RPG داره مود. و بله یه چیز خیلی خفن تر داره. اگه مثلا اینو بزنید بگید جایی میتره که اینجوری خیلی خفن بود اینم. حالا دوباره ریلود میکنیم، اینجوری شلیک میکنیم. خیلی خفنی بود این یکی. مود میگم مود تفنگ بعدی بچه SVD. اینم تفنگ قدیمی حساب میشه و حالا شلیک کرد. اوکی، این فکر کنم بچه تک تیر میزنه مثل اسنایپ. مثلا من یکی هم هدف این خوکه خوبه. بله این تک تیر میزنه مثل اسنایپه. بعدی این چیه؟ این همینه که چی اسمش؟ اسپیدره. فکر کنم قایق یخی حساب میشه، نمیدونم چیه آقا. میریم سراغ تفنگ بعدی، یه شاتگان خفن دیگه که اینم خیلی خفن بود. و آخرین اسلحه پایتون، اسلحه مورد علاقه منم بچه. مده داره خیلی خفنه. ریلودش بچه خیلی خفنه. به هر حال اینکه مثلا مودش زده مثلا هنوز معروف نشده، خیلی خفنه افکتا و ریلود و اینجور چیزاش. ارزش دانلود که 100% بچه داره، حتما حالا دانلودش کنید و تستش کنید. یه سری چیز دیگه هم داره، اینا هم حالا تستش میکنیم که اینو نمیدونم بچه حقیقتا چیه. اینم نمیدونم. اینو فکر کنم بچه باش میتونید مثلا اسلحه و تیر بسازید تو حالت سروایول. اینم بچه همون قایقه است که گفتم میشه سوارش شد. که نمیدونم این چه جوری سریع‌تر باید راه بره. اصلا چی هستی مثل جنگنده میمونه، اینجاش میشه تیر زد. خلاصه که بچه اینم بود از این مود تفنگ بسیار جذاب. اگه دوست داشتید این مود دانلود کنید، توی کانال روبیکامون براتون میذارم. لینک کانال روبیکامون زیر ویدیو بچه هست. اگه دوست داشتید اونجا هم عضو بشید، مودای خیلی خفن اونجا قرار میدم و اخبار کانال آپاراتمون اونجا در چیز میگیره، قرار میگیره. استریم اگه بریم اونجا پیام میذارم که استریم شروع شده و میتونید بیاید حالا استریممون هم شرکت کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم بودید. لایک کامنت و دنبال این چیزا فراموش نشه. تا ویدیو بعد شما رو خدا می‌سپارم. فعلا خدا نگهدار.